بچه سلام. امروز این ویدیویی که براتون درست کردم یه مقدار که خیلی متفاوت با بقیه ویدیو هستش. میخوایم ببینیم که اگر زندگی تو ایران اگر یه بازی بود چه شکلی میشد. اوکی. اگه کانال منو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب بکن، دکمه زنگوله رو هم روی آل بذار تا بریم یه تجربه متفاوت داشته باشیم، ببینیم که چند نفر با نظر من موافقن. به بازی خوش اومدید. درجه سختی پیش‌فرض روی هارد قفل شده. امکان تغییر تنظیمات وجود ندارد. خب ژانر بازی سوروایور باشه، استراتژی، رندوم ایونت سیمولیتور باشه. رندوم ها، کاملا رندوم. بیا در نظر بگیریم شهرهای بزرگ، ترافیک، به علاوه هزینه بالا، به علاوه فرصت. خب تو شهرهای کوچیک امنیت بیشتر بذار، به علاوه فرصت کمتر. اگه فرقی داشته باشه دیگه، به هر حال دیگه یه مرحله ویژن براش میذاریم. مهاجرت، نیاز به XP بالا و منابع ارزی، باید بره تو بازی بگرده، یه عالم چیز میشه، چند تا مرحله بره لول اپ کنه تا بتونه اینا به دست بیاره تا بتونه وارد مرحله بشه. سیستم اقتصادی بازی چه به چه صورت هست؟ پول داخل بازی ریاله دوستان. نرخ تبدیل متغیر. مرض دارم، دوست دارم، میتونم، حاکمم، من نظر اصلی رو میدم اینجا. بازیکن‌ها برای من، پلیرها اصلا برای من مهم نیستن. من طراح بازی هم، من میگم اینجا قانون من، بازی من، قانون من. نرخ تبدیل متغیر، هر آپدیت تغییر میکنه، تو هر آپدیتی تغییر میکنه. اصلا میخوام در لحظه همینجوری عوض بشه. تورم کلا شاخص تورم توی بازی میکنه که داخلی بازی که هر ماه سخت‌تر میشه. توی این بازی پولت هر روز ارزشش کمتر میشه، اما قیمت آیتم ها همیشه آپدیت میشه. میکانیک اصلی گیم پلی سیستم استرس باید بذاریم براش، یه ذره هیجان بده، باید یه ذره هیجان داشته باشه. هر اتفاق سیاسی مساویه با افزایش استرس بار. این چیزی که این بالا میبینی اینجا، این پر میشه استرس بارته. ولی اگر پر بشه چی میشه؟ کاهش تمرکز داریم، ما کاهش امید داریم. یه آیتم نیاز داری بهش، بیخیالیه، بعد بری پیدا کنی، بری بخوری شما. سیستم شغل، گرفتن کار نیاز به مهارت، به علاوه شانس، به علاوه بعضی وقتا پارتی DLC. درآمدتون هم باگ داره آقایش. پیشرفت حاصل میشه اما کنده، اما ممکنه دیگه. سیستم تحصیل XP بالا میده، تضمین درآمد برایش وجود نداره. ما نهایتا تو بازی به شما مدرک میدیم، مثلا لول اپتون میگن در حد مثلا آگاهیتون میاریم بالا، ولی تضمین این که بتونی از اون پول در بیاری وجود نداره. میتونی بری اسنپ کار کنی، هر کی دوست نداره جمع کن از این بده. به عنوان فایت باس هم، باس فایت هم کنکور رو میذاریم، مرحله کنکور رو میذاریم دیگه. باس فایت بزنه پتره کنه، استرسا بزنه پاره کنه قشنگ. یعنی قشنگ پلیرها میتونن فقط تو این مرحله دووم بیارن. بعد ایونت های تصادفی چجوری؟ هر چند وقت یه بار آپدیت های ناگهانی قیمت میدیم، مثلا اینجوری یهو 100 تومن میکنیم میمه، مثلا یورو بلند میشه، خواب میبینی گوش نداره خونش، گوش تا دیروز کیلو 100 بوده، امروز میره یهو میبینی 1 میلیونه. فلان اینجوری چیه؟ بعد اصلا محدودی اینترنت کلا روی لو کانکتیویتی مود باشه، کلا روی اصلا نباشه. هر موقع عشقمون کشید قطع میکنیم، هر موقع عشقمون کشید سرعتشو میاریم پایین، هر موقع عشقمون کشید فیلترش میکنیم. بیاید از همون فیلتر شکن بخرید، VPN بخرید. مگه نمیخواد از اینترنت استفاده کنید؟ بعد بیاید پیش من بهت VPN بدم. تو این بازی پچ نوت منتشر نمیشه، خودت باید بفهمید چه چیزی نرف شده. سیستم امید هیدن مکانیک، یه نوار مخفی به اسم هاپ متر پر میشه با موفقیت‌های کوچیک، روابط انسانی، خنده‌های ساده. مهاجرت دوستان دوگانه است، هم کم میکنه هم انگیزه میده. آره، یعنی امیدو کم میکنه ولی انگیزه هم میده. اگر هوپت صفر بشه، اون هوپ متر، اون هوپ بار صفر بشه، بازی ادامه داره اما رنگا خاکستری میشه. بخش مهاجرت، سیکرت اندینگ. برای باز شدن بخش مهاجرت زبان لول بالا میخواد، باید بگم منابع مالی زیاد، ریسک بالا. اینو بگم گفته باشم، نگفتی. اما حتی بعد از اون مرحله جدید
شروع می شود. من نمیتونید چرا، ما چرا اینجا نداریم، فقط چشم بریم. با درجه سختی متفاوت، نه آسون‌تر، اینم بگم، اینم باید گفته باشم. شاید این بازی سخت باشه، شاید قوانینش منصفانه نباشه، اما بازیکن‌ها هنوز بازی میکنن، هنوز لول اپ میکنن، هنوز همدیگه رو ریوایو میکنن. Game over. No. Continue.